Just over 8 minutes left to play. روز بخیر بیننده‌های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقمندان فوتبال میهن، یکایک شما را دعوت میکنیم به تماشای یکی از بازی‌های جالب دوره هشتم لیگ عالی مملکت. اینجا ورزشگاه مرکزی شهر حصار است و امروز در دایره بازی‌های دوره هشتم دسته برقچی شهر حصار با تیم روشن شهر کولاب رقابت میکند. خوب، گروه داوران به ما نشان داده شد رقابت امروزه را. داور
مرکز سیاجان زین‌الدینов حکمی میکند. از کنارها با او و فقراف و همچنین یک داور احتیاطی دیگر کمک میکنند و داور چهارم باشد. در رقابت امروزه رستم نورماتov تعیین گردیده است. خوب، الیفبک بیراموف با ما نشان داده می شود، سرمربی دسته برقچی که واقعا هم در موسم جدید لیگ عالی مملکت نتیجه های خوب رو به قید می گیرد و واقعا همین زمان دسته برقچی به قطار تیم های میان نهالی چمپیونات شامل است. دسته رفشن شهر کلوب باشد دوام 3 دوره آخر است که نمیتواند به پیروزی دست یابد و البته این نتیجه گروه زیادی از مخلصان و هواداران این تیم را نگران نموده است. دیروز در دایره بازی های دوره هشتم دو رقابت صورت گرفت. آنجا در بازی افتتاحی دوره هشتم حاصلات نوعی فرخور در ورزشگاه مرکزی جمهوری ارضی شهر دوشنبه با 23 بر 1 مقابل دسته خوجند پیروز گردید. بعداً رقابت دیگر با اشتراک تیم های پنجشیر ناحیه جلال‌الدین بلخی و اسخات شهر خوجند برگزار شد و فوتبال بازان دسته اسخات در میدان خانگی خویش توانستند که با حساب 4 بر 2 مقابل تیم پنجشیر به پیروزی دست یابند. بعدا امروز یک وخوری دیگر آغاز گردید. ساعت 17 کلوب مرکزی ورزش ارتش در ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی این زمان با دسته سرافشان شهری سرافشان رقابت دارد. اما چیز برای شروع رقابت مذکور آماده است. کل بازیگران منتظر صدایشتک داور مرکز سیاجان زین‌الدینov هستند و همین طریق فوتبال بازان دسته برقچی از مرکزی میدان بازی رو شروع نمودند. در ابتدای بخوری به حیات هر دو دسته توجه میکنیم. امروز دسته برقچی شهر حصار میزبان است. در خط دروازه این تیم رقم 27 کوای گاتسون هنرنمایی دارد. دفاعگران این دسته را 4 نفر تشکیل میدهند. رقم 14 موسی قهارov، 6 محمد کمال، 3 رحمتچار احمدزاده و رقم 2 سعید اسرائیل سعیدov. اینجا نخستین هجوم دسته برقچی براه مانده می شود. رحمتچار احمدزاده و اینجا ضربه هم اجرا کرده شد ولی دفاعگران دسته رفشان این وضعیت را برطرف نمودند. موسی قهارov در حیاط 2 نفر مبارزه بود و ضربه کنجی تعیین می شود. از دقیقه های اول رقابت صاحبان میدان بازی هجومکار را به معرض تماشا میگذارند و ضربه کنجی نیز کار نمودند. به نخست به ضربه کنجی توجه میکنیم و بعدا معرفی حیات ها رو ادامه خواهیم داد. ارسال توپ به مرکز جریمه‌گاه فرصت هست ولی اولین شده بازیگران دسته رفشان این حالت رو برطرف نمودند. بعد یک برخوردی نه چندان جدی در داخل جریمه‌گاه دسته رفشان شهر کلوب، اینجا حمله‌آوری دسته برقچی آسیب گرفت پاتریک آرتور ولی آسیب گرفتش چندان جدی نیست. خوب، امروز در خط نیم حمایه صاحبان میدان رقم 11 فردریک اسانته، 8 جاویدان خوشوقتوف، 26 پاتریک آرتور و بازیگر شماره 24 مهربان غفارزاده بازی میکنند. حمله‌آوران دسته برقچی 2 نفر هستند. رقم 10 عزیزبک دلیف و بازیگر شماره 13 لیگیونر آنانا اتین ژایروس و سرمربی دسته برقچی متخصص محلی الیفبک بیراموف محسوب می شود. همکنون با حیاتی دسته رفشان نیز بیننده های گرامی قدر توجه میکنیم. دروازه‌بان رقم 55 یوگینی گریتسنکا، در خط حمایه این تیم رقم 14 بختاور خورشید، 23 علی جان کرامت‌الله‌زاده، 26 اندری مارکوویچ و بازیگر شماره 5 جمشید مقسوموف هنرنمایی میکنند. نیم حمایتگران دسته رفشان رقم 74 سوربون غیاسوف، 21 شریدین بابایف، 8 عبدالرحمن نوزیموف و بازیگر شماره 28 کامرون تورسونوف هستند. در خط حمله این تیم رقم 9 عزیزبک حییتوف و بازیگر شماره 25 اویانوالد اولووا هنرنمایی خواهند کرد. سرمربی دسته رفشان باشد این متخصص از کشور
روسیه دیمیتری چریشف به ایسا می رود. شارح این رقابت باشد من دولت خطیبزاده هستم. در دقیقه های اول رقابت طور ما مشاهده کردیم دسته برقچی خیلی زود به هجوم گذاشت. اونجا امکانات گل زدن نیز برای شاگردان الف بک بیراموف به میان آمده بود، ولی البته هنرنمایی دفاعگران دسته رفشن نیز در سطح عالی بود. در مورد نتیجه های دسته رفشن در موسم جدید حرف می زدیم. دومی سه رقابت آخری خیش در لیگ عالی مملکت شاگردان دیمیتری چریشف نمی توانند که به پیروزی دست یابند. از جمله در بازی دور گذشته یعنی بازی دور هفتم اینجا قرار بود که فوتبال بازی دسته برقچی با یوگنی گریتسنکو با 1-1 می برآمد، ولی دروازه‌بان اوکراینی اولی شد از مخفی خود بیرون آمد و هجومی حریف را قطع نمود. در دور هفتم رفشن با کلوب مرکزی ورزش ارتش هنرنمایی کرد در حضور مخلصان سرشمار خود، ولی در آن واخری حساب کشوده نشد. دسته ها با نتیجه مساوی 0-0 دست یافتند. بعدا در بازی دور 11 که روزی 26 اپریل برگزار شده بود رفشن با تیم هولبوک با دسته نفکار چمپیونات مبارزه برد و اونجا رقابت بدون زدن گل خاتمه یافت. هرچند در دقیقه های آخری آن روسنجی بازیگران شهر کولوب با زدن گل دست یافته بودند، ولی داور مرکز آن گل را به نوبت نگرفته بود. بعدا انا همون گل خیلی هم سر و صداهای زیادی را به میان آورد. کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان بعد تحلیل اینجا یک وضعیت بسیار هم خوب و توپ در داخل دروازه است. بیننده های عزیز کامران تورسونوف در دقیقه ششم نروسنجی با زدن گل موفق می‌گردد. البته کسی انتظار نداشت که در این وضعیت فوتبال بازان دسته رفشن با زدن گل موفق می‌شوند. خط دفاعی دسته برقچی بسیار هم بد بازی کرد در همین لحظه و از این امکانیت کامران تورسونوف خیلی عالی استفاده نمود. ارسال توپ نیز به مرکز جریمه‌گاه در سطح عالی انجام داده شد. جمشید مقسوموف مؤلف ارسال گل‌آور می شود. بازیگری که آسیب داشت و بعدی پر شفا یافتنش به حیات دسته رفشن برگشت و طور میبینیم او در حیات اساسی دسته رفشن با بازی وارد میگردد و مؤلف ارسال گل‌آور می شود. در ابتدای واخری صاحبان میدان به دروازه خود گل سر دادند. اینجا هجوم نوبتی دسته رفشن و اویانبال اولاولوبا لیگنری دسته رفشن از پای افتید، ولی داور مرکز و نه داور کناری به این حالت عموما توجه نکردند. اوت است به نفع بازیگران دسته برقچی. ما در مورد رقابت دسته رفشن و هولبوک حرف می‌زدیم که اونجا شاگردان دیمیتری چریشف با زدن یک گل دست یافته بودند، ولی داور مرکز آن گل را به نوبت نگرفت. بعدا کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان بعد انجام آن همان بخوری توسط نوارها آن رقابت را تحلیل نمودند. داور مرکزی رقابت دستای رفشن و هولبوک خورشید ددبایف و یاردمچی او قربان مراد شریفوف به خاطر اشتباه کردن از حق اشتراک در سه بازی محروم شده بودند. اگر در آن بخوری دسته رفشن به پیروزی دست میافت، این زمان در لیگ عالی مملکت صاحب 16 امتیاز میشد و زینه سیوم را اشغال میکرد. این زمان شاگردان دیمیتری چریشف بعد خاتمه 8 دور در زینه چهارم قرار دارند با کسب 13 امتیاز. خوجند نیز در حساب خود 13 امتیاز دارد. البته خوجند بازی دور هشتم خود را دایر کرد
طور گفتیم آنها دیروز از تیم حاصلات با حساب 2-1 معذرت با حساب 3-1 مواجه باخت شدند. کوشش نوبتی بازیگران رفشن به نتیجه جنبست گردید. موسی قهاروف با صورت بلند به خط حمله می رود. از 2 نفر بسیار هم خوب فرار کرد ولی نفر سیوم به او اندک مشکلی ایجاد نمود. جاخری بود که در داخل جریمه‌گاه خویش بازیگران رفشن به اشتباه راه می دادند ولی در آخرین وضعیت دفاعگر این تیم مجبور شد که توپ را زده از میدان بیرون کند. اینجا ضربه کنجی نیست بلکه اوت. دسته برقچی رقابت امروزه رو طور شروع نمود که گویا هنرنمایشان در قیاس به این تیم یعنی در قیاس به دسته رفشن خیلی فرق میکند ولی چنین نشد. آنها لکه در دقیقه 6 به دروازه خود گل سر دادند ولی توپویان رقابت امروزه وقت خیلی زیاد است. الکی در موسم جدید در همین میدان یعنی در ورزشگاه خانگی خویش دسته برقچی یک مرتبه شکست خورد. شاگردان الفبک بیراموف از پیشرفت چمپیونات باشگاه استقلال با حساب 1-0 در دور ششم مواجه شکست گردیدند. اینجا آفساید به قید گرفته شد. دور دوباره کناری اشاره میکند لیگنر رفشن اوینوال اولاولو و در همین وضعیت در حالت نوبازی قرار گرفته است. گروه مخلصان و هواداران دسته رفشن در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دیده می شود. هرچند شمارهشان خیلی کم است ولی به هر حال در میدان حضور دارند. با پاسای کوتاه فوتبال بازان دسته رفشن از پرسینگ رها یافتند. هجوم بازیگران این تیم براه مانده می شود. فرصتی بسیار هم خوب و کوایه گاتسون یکی از بهترین امکانیت های دسته رفشن را در قسمت اول از بین می برد. عزیزبک حییتوف چگونه گزارش زیبا انجام داد. از نیمه میدان توپ را قبول نموده تا به نزد دروازه کوایه گاتسون آمد. اینجا حالتی نوبازی نبود. اینجا اگر بشریدین باباєв پاس میداد فکر میکنم امکانی به ثمر رسانیدن گل بیشتر میشد ولی عزیزبک حییتوف تصمیم گرفت که محض خودش همین هجوم را به نقطه نهایی رساند. اندک تنفس می شود و دیمیتری چرشف در مرز میدان به دست پروران خود دستور سپوریش ها می دهد. اینجا با بختاور خورشید و عبدالرحمن نازیموف. کارگردان دیگر بار گل زده کامران تورسونوف را به من نشان می دهد. این ضربه بوسر اجرا کرده شد. کنج راست دروازه را کامران تورسونوف نشان گرفت. البته در این وضعیت یگانه از دفاعگران دسته برقچی بر مقابل کامران تورسونوف مبارزه نبردند. نه موسی قهاروف و نه مهربان غفارزاده در این وضعیت یگان حرکت انجام ندادند. هجوم نوبتی دسته برقچی عزیزبک دلیف نگذاشت که توپ از میدان بیرون شود. در موسم جاری یکی از سرمحصول ترین بازیگران دسته برقچی محض عزیزبک دلیف است.
بازیگر مذکور این زمان مؤلف 4 گل است. اینجا قاعده بازی ویران کرده شد و سیاجون زین‌الدینov از هیئت سایبانی میدان بازیگر شماره 26 پاتریک آرتور را با کارت زرد مجازات میکند. واقعا هم در این وضعیت پاتریک آرتور بر مقابل اویانوال اولاولو و دغلونه قاعده بازی را ویران کرد. پای بازیگر رفشن را زیر نمود. جاکوای گاتسون مجبور می شود که توپ را زده از میدان بیرون کند، چونکه حمله‌ور رفشن با صورت بلند به نزد او می شتافت و اندکی با او پرسینگ نیز کرد. اویانوال اولاولو و فرصت نوبتی و گل! جمشید مقسوموف در دقیقه 14 رقابت حساب را 2-0 میکند. چطور موفقیت‌های خالی در داخل جریمه‌گاه دسته برقچی دیده می شود و از این چیز البته فوتبال بازان رفشن به حریف جوابی سزاوار می دهند. در فرصت و فاصله 15 دقیقه شاگردان دیمیتری چریشف 2 مرتبه به زدن گل موفق شدند. نخست کامران تورسونوف و بعدا جمشید مقسوموف. ببینید که محمد کمال در مبارزه بر مقابل اویانوال اولاولو و یگان کار کردن نتوانست. با پای چپ پاس داد. در این وضعیت جمشید مقسوموف با پای چپ ضربه زد و حساب رو 2-0 نمود. بالاتر نیز اشاره کردم جمشید مقسوموف آسیب داشت و در موسم جدید نخستین بازی خود را در رقابت بر مقابل تیم پنجشیر دایر کرده بود. در عموم جمشید مقسوموف یکی از بازیگران صاحب استعداد است. هنرنمایی‌اش خیلی هم خوب است. موسم گذشته با همراهی دسته رفشن در لیگ قهرمان‌های 2 آسیا برآمد کرد و اونجا نیز البته هنرنمایی جمشید مقسوموف قابل شایان و تحسین نیز هست. در دور گذشته برقچی در سفر هنرنمایی کرد. آنجا شاگردان الفبک بیراموف با یکی از مدعیان دیگری این موسم برای به دست آوردن عنوان قهرمانی با تیم وخش شهر بختر مبارزه بردند و به نتیجه مساوی 1-1 دست یافتند. معذرت، واخری دسته وخش و برقچی با حساب 2-2 جام بست کرده بود. فردریک اسانته و سید اسرائیل سیدوف مؤلف گل‌های این تیم شده بودند. جاویدان خوشوقتوف توپ را به داخل جریمه‌گاه ارسال کرد و همدسته‌هایش ضربه را نیز اجرا نمودند، ولی این ضربه از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. اگر ما به نتیجه های دسته برقچی در موسم جدید توجه کنیم، این تیم از نتیجه 8 بازی دایر نموده 2 باخت 2 پیروزی و 4 نتیجه مساوی به خرج گرفته. ریگر تداز و استقلال در این موسم توانستند که بر مقابل برقچی پیروز شوند. شریدین بابویف هرچند شریدین ضربه را اجرا کرد، ولی برای کوای گاتسون این ضربه چندان خوف و خطر را به میان آورده نتوانست. هنگامی که برقچی با توپ قرار میگیرد زود فوتبال بودن رفشن پریسینگ میکنند و در اکثر حالت پریسینگ که فوتبال بازان این تیم نتیجه هم میدهد. سید اسرائیل سیدوف پاسیو با عزیزبک در رقابت امروزه دلیف چندان در میدان دیده نمی شود. پاسی نادرست، ولی به هر حالت مهربان غفارزاده توانست که پاس همدستش را قبول کند.
اینجا هنگامی با عکس الهجوم فرار کردن اندک فوتبال بازانی دسته رفشان سر و سیمه شدن. مهربان غفارزاده نیم همتگری تیم برقچی جراحت گرفته است. طبیبان این تیم زود با میدان می آیند جهت رسانیدن یاری اولیه طبی. در همین حالت وقتی که مهربان غفارزاده با مشکلی توپ رو با نظارت دستش برگرداند از پای راست خود اندک جراحت گرفت. در مورد نتیجه های دسته برقچی حرف می زدیم، طور قید نمودیم. رگارتاداس و استقلال اینها دو تیمی هستند که در این موسم مقابل برقچی پیروز شدند و هر دوی این غلبه ها با حساب 1-0 صورت گرفته بود. بعدا دسته برقچی با تیم های پنشهری نویه جلال‌الدین بلخی، کلوب مرکزی ورزش ارتش، خوجند شهر خوجند و بخش شهر بختر و نتیجه مساوی دست یافته بود. مهربان غفارزاده از پای برخست و فکر میکنم اندک درد رو در پای راست خویش احساس میکند. معلوم نیست که نیم همتگری برقچی بازی رو ادامه داده میتواند یا اینکه نه. داورانی که در حجره ور امروز کار و فعالیت دارند این وضعیت رو مورد سنجش قرار میدهند. اولی از این زاویه نمایان می شود کامران تورسونوف اندک پای مهربان غفارزاده رو زیر کرده است. بله واقعا هم کامران تورسونوف پای حریف رو زیر کرد. سیاجان زین‌الدینов این نوارها رو البته از نزدیک تماشا دارد و همه ما منتظر قرار نهایی داور مرکز هستیم. به میدان برمیگرده سیاجان زین‌الدینов. ویران شدن قایل بازی به قید گرفته می شود و با کامران تورسونوف کارت زرد نشان داده شد. اما اکنون از لحاظ کارت‌های زرد برابر به قید گرفته می شود از سمت هر دو تیم. تا دقیقه 21 یک بازیگری با کارت زرد مجازات می شوند. واقعا باید اقرار شد که در همین حالت البته بعد تماشای نوارهای تکراری مشاهده شد که کامران تورسونوف هنگام مبارزه برای به دست آوردن توپ پای مهربان غفارزاده را زیر کرده است. وضعیت استانداردی نیست تعیین کرده می شود به نفع صاحبان میدان. ارسال توپ نیز انجام داده شد. سید اسرائیل سیدов پاسیو با جاویدان خوشوقتov. رحمتچور رحمتزاده توپ رو به خط حمله ارسال کرد. در نوبت اول سید اسرائیل سیدов خیلی هم خوب هنرنمایی نمود و توپ در دستی دروازه‌بان دسته رفشن یوگنی گریتسنکو است. بار اخیر رفشن و برقچی بیننده های گرامی قدر سال 2024 به هم آمده بودند. در دور 12 در موسم گذشته و آن بخوری با حساب 2-1 به نفع بازیگران شهری کولوب جنبست شده بود. دیدار اولی دسته ها باشد در مرحله اولی موسم سال 2024 با نتیجه مساوی 3-3 ختم گردیده بود و اون زمان دسته رفشن رو اهلیدین توردیه راهنمایی میکرد. توبرابای بازیگران دسته رفشن ارسال توپ به خط حمله عزیزبک حییتov در نوبت اول موفق نگردید. بعدا ارسال توپ رو به داخل جریمه‌گاه روان کرد که البته در آن موقع یگان هم دسته‌اش قرار نداشت. اما اکنون بازیگران دسته برقچی با هجوم جوابی میگذارند. فردریک اسانته
در بازی بر مقابل دسته وخش مؤلف گل شده بود و در بازی امروزه نیز البته کوشش خویش را به خرج خواهد داد. سعید اسرائیل سعیدov ارسالیو با داخل جریمه‌گاه. فردریک اسانته از لحاظی آنکه قد و قامت بلند دارد در قبط دوم در بیشتر حالات موفق است. بدون خودآوران کنی فوتبال بازان تیم برقچی توپ را به نظارت خویش گرفتند. آینوال اولاولو و این نوبت صداوشتک داور بلند گردید. این نوبت ستاد دختران دسته رفشان مجبور می شوند که جهت رسانیدن یوری اولیه طبی به میدان وارد شوند. لیگیونر این تیم دفاعگر کناری اندری مارکوویچ از پای خود سه گرفته است. بر مقابل اندری مارکوویچ سعید اسرائیل سعیدov قاعده بازی رو ویران کرده بود. در برابر آن که تا دقیقه 25 در وخوری دستای برقچی و رفشان 2 گل به قید گرفته شد. اینچنین ویران شدن قاعده های بازی نیز خیلی زیاد صورت گرفت. حتی داور در 2 وضعیت مجبور شد که فوتبال بازان رو با کارت زرد مجازات نماید. اندری مارکوویچ از پای برخاست و طبق قاعده باید تو اجازه دادن داور یک چند ثانیه باید بیرون از میدان باشد. کامران تورسونوف خیلی هم خوب هنرنمایی کرد در این وضعیت و هجوم دستش رو ادامه خواهد داد. در وخوری امروزه در بیشتر حالات شاگردان الفبک بیراموف از عکس الهجوم ها کار گرفتن نتوانستند. یعنی فوتبال باز در حیات این تیم پیدا نمی شود که در خط نیم حمایه بازی را جانک کند. موسی قهار در نیمه اول شاگردان الفبک بیراموف کوشش خواهند کرد که حداقل تناسب توپ ها را کاهش بدهند. این نوبت قاعده ویران کنی به قید گرفته می شود. عزیزبک دلیف حمله‌ور سیبانی میدان مقابل اندری مارکوویچ قاعده بازی رو ویران کرد. فعلا وخوری دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش ویس رفشان در دور هشتم جریان دارد و اونجا ارتشی ها با حساب 2-0 در حساب پیش صف هستند. جمشید مقسوموف ارسالیو به خط حمله ولی طور دیدیم در این حالت محمد کمال توپ را زده از میدان بیرون نمود. آینوال اولاولو در بین نوبتی از جانب جمشید مقسوموف ولی سدگذاری از جانب دفاعگران دسته برقچی باعث بران شد که هجوم این تیم برطرف کرده شود.
امکانیت برای اویانبال اولالوبا، ولی در این وضعیت به کجا ضربه میزند. اینجا سیاجان زین‌الدینov به نقطه اجرایش ضربه کنجی اشاره کرد. سعید اسرائیل سعیدov به اشتباهی اندک دغل راه داد. او خواست که با سر توپ رو به دروازه‌بان کوای گودسون روان کند، ولی توپ به نزد حمله‌وری دسته رفشن رفت، ولی اویانبال اولالوبا از این فرصت استفاده برده نتوانست. اگر اشتباه نکنم این نخستین ضربه کنجی شاگردان دیمیتری چرشف در بازی بر مقابل دسته برقچی است. فوتبالبازان هر دو تیم در داخل جریمه‌گاه خلیزیچ با هم جایگیر می شوند و سرمربی تیم ملی تاجیکستان گیلا شکیلادزه با ما نشان داده می شود که از نشستگاه‌های ورزشگاه مرکزی شهر حصار این بازی رو تماشا دارد. ضربه نوبتی بیرون از جریمه‌گاه ولی برطرف کرده شد. فردریک اسانته عکس الهجوم صاحبان میدان خوب براه ماندن نشد. جمشید مقسومov عکس الهجوم دسته رفشن رو براه میماند. شریدین بابویف از پای افتید و ضربه جریمه بی تعیین می شود. اینجا شریدین بابویف با یک حرکت پاتریک آرتورو فریب داد، ولی لیگیونری باشگاه برقچی مجبور شد که با قاعده تیزی دست بزند. پاتریک آرتورو البته یک مرتبه کارت زرد گرفت و در ادامه واخوری او را ضرور است که احتیاطکارانه بازی کند. در صورت کارت زرد دوم او با گرفتن برگه سرخ میدان بدر خواهد شد. جمشید مقسومov، عبدالرحمن نازیمov و شریدین بابویف در نزد توپ قرار دارند. با اشتراک بازیگران تیم برقچی نیز دیوارچه دفاعی سازمان داده شد. به این حالت متوجه می شویم شریدین بابویف ضربه شریدین به دیوارچه دفاعی برخورد. اندری مارکوویچ فرصت هست، ولی در این وضعیت کامران تورسونوف ضربه زده‌اش به سراغ نوانیق می رود. رحمتشاه رحمتزاده تا خاتمه وقت اساسی نیمه اول کمتر از 15 دقیقه دیگر باقی ماند. مهمانان تا این دم با فرقیت 2 توپ در حساب پیش صف هستند. برای دیگر یادآور میشوم که کامران تورسونوف و جمشید مقسومov مؤلف گل‌های دسته رفشن هستند. عزیزبک دلیف اینجا توپ از میدان بیرون نشده است و مکنون بیرون شد. در رقابت بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش کتاب گفتیم در همین وقت و زمان جریان دارد. بازیگران سرافشان به زدن گل موفق شدند و آن بازی این زمان با نتیجه 2-1 به فایده ارتشی ها جریان دارد. موسی قهارov توسط کناری راست وارد جریمه‌گاه گردید. ترسالیو به مرکز جریمه‌گاه فرصت برای بازیگران دسته برقچی، ولی ضربه رحمتشاه رحمتزاده را دفاعگران رفشن برطرف نمودند. عزیزبک دلیف نزد توپ می آید. جهت اجرا کردن ضربه کنجی در نیمه اول در قیاس به تیم رفشن برای فوتبال بازی باشگاه برقچی بیشتر از ضربه های کنجی امکانیت به میان آمد. ارسال عزیزبک این هجوم برطرف کرده شد. رحمتشاه رحمتزاده پسیو به موسی قهارov
پرتاب عزیزبک با داخل جریمه‌گاه بود، ولی یوگنی گریتسنکا با مشکلی ضربه زده دلیف رو برطرف نمود. خیلی هم خطرناک بود. چند روز قبل سرمربی تیم ملی تاجیکستان متخصص گورجی گلشکلادزه که البته در وخور امروزه اشتراک دارد، روی خط بازیگران رو اعلام کرد که جهت اشتراک در بازی های دوستانه بر مقابل کامبوجا و در بازی دور دوم مرحله انتخابی جام آسیا دعوت شدند. 53 بازیگر از جانب گلشکلادزه به تیم ملی دعوت گردید و آنجا هم از سطح دسته رفشان و هم از سطح دسته برقچی یک قطار بازیگران به منتخبی فوتبال میهن دعوت شدند. البته از این 53 فوتبال باز تنها 23 تای آن امکان پیدا میکنند که بروی خط اساسی شامل شوند. خاصه از سطح دسته برقچی بیشتر بازیگران از جانب سرمربی منتخب دعوت شدند، از جمله دروازه‌بان دسته سفرمت غفارов دروازه‌بان احتیاطی است. بعدا فوتبال بازان دیگر از سطح دسته برقچی موسی قهارov، رحمتشاه رحمتزاده، جاویدان خوشوقتov و همچنین عزیزبک دلیف و مهربان غفارزاده. فردریک اسانته از دستش کار نامد. امروز فردریک اسانته با همراهی عزیزبک دلیف در خط حمله دسته برقچی هنرنمایی دارد و در عموم شکل جایگیرشوی فوتبال بازان شهر حصار در بازی امروزه 4-4-2 است. مقسوموف ارسالی تو به خط حمله شریدین بابایف، امکانیت بسیار هم خوب و ستون دروازه دسته رفشان رو از گل سوم محروم میکند. فکر میکنم حالتی نوبازی نیست بود، ولی البته شریدین بابایف پیشتر از دفاعگران دسته برقچی موقع گرفته بود، ولی به هر حالت از این امکانیت شریدین استفاده برده نتوانست. در این گونه وضعیت ها با زدن گل دست یافتن و بازیگران یک روحیه دیگر میبخشد، یعنی آنها با خود باوری احساس میکنند. امروز از سطح دسته برقچی انیقترش از میان دفاعگران این تیم کسی بر مقابل هجومگری روشن اویانبال اولاولو و مبارزه ارزنده برده نمیتواند. او در بیشتر حالت ها، یعنی در مبارزه های انفرادی، از بازیگران برقچی میگذرد و موفق می شود. با خصوص در گل دوم دسته رفشان نقش اویانبال اولاولو و خیلی هم بوریز بود. ارسال گلوبر به نام همین فوتبال باز ثبت شده است. جمشید مقسوموف باشد در نیمه اول تا دقیقه 38 با زدن یک گل دست یافت و همچنین مؤلف یک ارسال گلوبر نیز شد. از اوت صاحبان میدان توپ را به بازی وارد نمودند. رحمتشاه رحمتزاده با همراهی عزیزبک دلیف توسط کنار چپ خواست که هجوم دستش را براه ماند، ولی اونجا موقع گیری فوتبال بازی دسته رفشان خیلی زیچ بود و برای بازیگران این تیم امکانیت ندادند. موسی قهارov گزارش‌های او ادامه خواهد کرد.
از میان دو نفر موسی قهارف فرار نمود و این چگونه ضربه بود. بیرون از جریمه‌گاه فوتبال بازی دسته برقچی. ضربه محکم اجرا کرد ولی یوگنی گریتسنکو نیز مثل عقاب جهیش انجام داده این ضربه را برطرف نمود. جاویدان خوشوقتov در وضعیت قبلی دروازه رفشن را نشان گرفت ولی این وضعیت بدون زدن گل خاتمه یافت. عزیزبک دلیف ارسالیو با داخل جریمه‌گاه. این نوبت ضربه زده اونانا ژایروس بالاتر از تیر دروازه از میدان بیرون می شود. کوشش شریدین بابایف دو نفره با دفاعگری دسته برقچی فشار آوردند و اونجا خود ورانکونی نیز به قید گرفته شد. فردریک اسانته پسیو با موسی قهارف در نیمه اول هر دو دسته بازی کشاد و هجومکار به معرض تماشا میگذارند. بازیگر نوبتی از سطح صاحبان میدان برگه زرد میگیرد موسی قهارف و به خاطر این عملش مجازات نیز گردید. اینجا البته مبارزه برای به دست آوردن توپ بود. طور داور مرکز اشاره میکند در وضعیت قبلی موسی قهارف بر مقابل بختیار خورشید با قاعده تیزی دست زده است. کمتر از 5 دقیقه دیگر ماند تا خاتمه وقت اساسی نیمه اول. حساب 0-2 است به نفع فوتبال بازی دسته رفشن. اینجا البته موسی قهارف هنگام فریب دادن بختیار خورشید پایش لغزید و بعدا موازنت خود را نگه داشته نتوانست و با پای حریف برخورد که البته در نتیجه این برخورد دفاعگری دسته رفشن جراحت برداشت. نیمه اول رو با فرقیت 2 توپ جمع بست نمودند. برای بازیگرانی تیم رفشن نتیجه بد نخواهد بود. شریدین بابایف با قفا پاس می‌دهد. عزیزبک حییتوف سربان غیاسوف پاسیو با جمشید الکی توپ از میدان بیرون شد و بختیار خورشید نتوانست که توپ رو در میدان نگاه دارد. شریدین بابایف دیگر بار با خط حمله مایل می شود. همکنون عزیزبک حییتوف ارسالیو با داخل جریمه‌گاه ولی در این وضعیت دفاعگری مرکزی برقچی بازیگر شماره 6 محمد کمال معذرت اونانا ژایروس محض او بود که هجوم رفشن را رفت نمود. اندری مارکوویچ جا دروازه‌بان رفشن هنگام اجرا کردن ضربه اندکی سراسیمه شد. اندکی به اشتباه نیز یوگنی گریتسنکو راه داد. جاویدان خوشوقت و فرصتی بسیار هم خوب و فوتبال بازانی دسته برقچی در نیمه اول با زدن گل دست می‌یابند. دقیقه 43 من روسنجی و نه حمله ور نه نیم حمایتگر بلکه دفاعگر با زدن گل موفق گردید.
بازیگر شماره 6 محمد کمال بعد یک ترکیب روی زیبا نخستین گلی بازیگران شهر حصار را در رقابت امروزه به ثمر رساند. واقعا هم در نیمه یکم هر دو تیم هم رفشن و هم برقچی بازی کشاد و هجومکار را به معرض تماشا گذاشتند. ببینید که موقعیت های خالی در خط دفاعی دسته رفشن و از این امکانیت بازیگران برقچی استفاده بردند. تمامی کار را فردریک اسانته انجام داد و با دروازه خالی توپ را محمد کمال روان نمود. هجوم نوبتی صاحبان میدان رحمتشاه رحمتزاده ارسالیو با عزیزبک دلیف. البته برای بازیگران برقچی در نیمه اول امکان هست که نتیجه را مساوی کنند. امروز در حد صاحبان میدان یعنی فوتبال بازان تیم برقچی یکی از مشکلات های کادری دیده می شود. بازیگری کلیدی این تیم مهران مدمینف بنابر سبب جراحت داشتن به دستش کمک کردن نمیتواند. اگر مهران مدمینف سلامتیش خوب می بود فکر میکنم در خط حمله دسته برقچی اندکی رفتی بازی رو دیگرگون میکرد. مهران مدمینف در این موسم در همراهی با عزیزبک دلیف در خط هجومی برقچی خیلی خوب بازی میکنند. دلیف از دو نفر گذشت بعدا از پای افتید ولی دوباره اشاره میکند که همه چیز از روی قاعده بود. جمشید مقسوموف هجوم نوبتی دسته رفشن گزارش جمشید مقسوموف ولی برای چی پاس نداد. کامران ترسونوف و اویانوال اولووا منتظر پاس بودند ولی جمشید مقسوموف تکیه کرد به هنر و مهارت انفرادی خش و در نتیجه توپ را از دست داد. خوب با 45 دقیقه وقت اساسی قسم یکم به انجام رسید از جانب داور مرکز سیاف جان زین‌الدین و قسم یکم 4 دقیقه ضم می‌گردد. واقعا هم در نیمه اول تلف یافتن وقت مشاهده شد. آنجا آسیبگیری فوتبال بازان بود. در یک وضعیت دیگر داور به وار مراجعت کرد. بعدا تجلیل 3 گل از جانب فوتبال بازان هر دو تیم نیز بود. 2 دفعه بازیگران دسته رفشن و 1 مرتبه بازیگران دسته برقچی از گل های به ثمر رسانیده خویش تجلیل نمودند. افساید به قید گرفته شد. فوتبال بازی دسته برقچی در لحظه چند پیش از این در حالت نوبازی قرار گرفته است. عزیزبک حییتوف وقت است در نیمه اول برای هر دو تیم تا اینکه به زدن گل دست یابند. از 4 دقیقه از ضم کرده داور به قسم یکم تنها 2 خاتمه یافت. موسی قهارов با رحمتشاه رحمتزاده پاس داد ولی همدستش برای قبول نمودن توپ مبارزه نبرد. این هم شماره کمی مخلصان و هواداران دسته برقچی دسته رفشن در ورزشگاه مرکزی شهر حصار که البته از نتیجه هنرنمای فوتبال بازان دسته رفشن در نیمه یکم اظهار قناعتمندی بیان میکنند. شریدین بوبایف پاس جوابی و با اندری مارکوویچ بود. اینجا عزیزبک دلیف با عکس الحمله فرار کرد
و بعدا بر مقابلش قاعده بازی رو ویران کردند. اشاره می شود که اثری نباید توپ رو با بازی وارد کنند فوتبال بازان دسته برقچی. مهربان غفارزاده سید اسرائیل سیدوف فردریک اسانته اینجا بختیار خورشید تو آخر مبارزه برد و توپ را زده از میدان بیرون کرد. 4 دقیقه زم کرده داور نیست به انتهای خش نزدیک است. اینجا هم که نوفهمی به میان می آید با اشتراک دفاعگر دسته رفشان و حمله‌ور دسته برقچی. فردریک اسانته از سیاجان زین‌الدینوف طلب دارد که اول بازیگری رفشان قاعده بازی رو ویران کرده است. دقیقه ها اضافه کرده شده نیست به قسم اول پشت سر شدند. فکر میکنم هر دو تیم منتظر صدایشتک داور مرکز است چون که بازیگران هر دو دسته در نیمه اول خیلی فعال بودند، بازی هجومکار را نشان دادند و خیلی خسته نیز البته شدند. قسم اولی بخوری دستای برقچی و رفشان بیننده های گرامی قدر در دوره بازی های دوره هشتم جنبست گردید. هر دو دسته در نیمه اول بازی هجومکار و جالب را به معرض تماشا گذاشتند و نیمه یکم با حساب 2-1 به فایده تیم رفشان جنبست میگردد. اندکی تنفس میکنیم و بعدا به نیمه دوم برمیگردیم.
Oka. Чига мала мака? بیننده‌های عزیز، مخلصان و هواداران فوتبال، برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی شهر حصار، برمیگردیم به قسم دوم دیدار دسته‌های برقچی و رفشان. این رقابت در دایره بازی‌های دوره هشتم چمپیونات تاجیکستان با فوتبال بین دسته‌های لیگ عالی جریان دارد که بعد انجام نیمه یکم حساب 2-1 به نفع فوتبال بازان شهر کولوب است. در نیمه اول از سمت دسته رفشان کامران تورسونوف و جمشید مقسوموف با زدن یک گل دست یافتند، 2 گل پای هم و حساب 2-0 گردیده بود، ولی در دقیقه های آخری نیمه اول به صاحبان میدان میسر گردید که با یک گل سرداده خویش جواب بدهند و حمایتگر مرکزی دسته برقچی محمد کمال مؤلف یگانه گل دستش در نیمه اول شد. خوب، دسته ها نیمه دویم رو بدون تغییرات شروع میکنند. حالا اینجا بر مقابل فردریک اسانته قاعده بازی ویران گردید و سیاد جون زین‌الدینov صدرشت که خود رو بلند نمود. به این حالت نخست توجه میکنیم و بعدا با معرفی بازیگران هر دو تیم در قسم دوم میپردازیم. در قسم اول هر دو دسته قریب که برابر هنرنمایی داشتند. در برابر تیم رفشان دسته برقچی نیز امکانیت داشت برای به ثمر رسانیدن گل، ولی تنها در یک وضعیت فوتبالبازان شهر حصار موفق شدند که خطی دروازه رقیب رو رخ نکنند. در این وضعیت نیز تبریدید محمد کمال ضربه اجرا کرد. لیگیونر برقچی در قبط دوم موفق بود، ولی ضربه زدش به سراغ نوانیق رفت. در خط دروازه دسته برقچی رقم 27 کوای گودسون بازی میکند. دفاعگران این تیم رقم 14 موسی قهاروف، 6 محمد کمال، 3 رحمتشاه رحمتزاده و بازیگر شماره 2 سید اسرائیل سیدوف هستند. در خط نیم حمایه رقم 8 جاویدان خوشوقتوف، 26 پاتریک ارتور، 24 مهربان غفارزاده و بازیگر شماره 13 اونان ژایروس لاندری بازی میکنند. در خط حمله تیم برقچی رقم 10 عزیزبک دلیف و بازیگر شماره 11 فردریک اسانته بازی کرده ایستادند. سرمربی این تیم متخصص محلی الیفبک بیروموف به حساب می رود. هیئت دسته رفشان دروازه‌بان رقمی 55 یوگنی گریتسنک است که البته او کاپیتان دسته رفشان نیز هست. در خط حمایه این تیم رقمی 14 بختیار خورشید، 23 علی جان کرامت الله زاده، 26 اندری مارکوویچ و فوتبالباز شماره 5 جمشید مقسوموف هنرنمایی میکنند. نیم حمایتگران این تیم رقمی 74 سوربان غیاسوف، 8 عبدالرحمن نوزیموف، 28 کامران تورسونوف هستند و بازیگر شماره 9 عزیزبک حییتوف. در خط حمله دسته رفشان رقمی 25 اویانبال اولوبا و فوتبالباز شماره 21 شریدین بوبویف هنرنمایی دارند. سرمربی این تیم متخصص از کشور روسیه دمیتری چریشف است. رقابت مذکور را سیاد جان زین‌الدینov داور مرکز حکمی میکند.
از کنارها با وفا قریف و یک داور دیگر کمک میکنند. داور احتیاطی در بخور امروزه رستم نورماتوف تعیین شده است. همزمان باید قید نماییم که در رقابت امروزه نظامی ور فعالیت دارد و حتی در قسم یکم سیاجان زین‌الدینov در یک حالت مجبور شد که به نوارهای تکراری توجه کند. آنجا بعد سنجش با کامران تورسونوف کارت زرد داده بود به خاطر زیر کردن پای مهربان غفارزاده. قسمت اول رو دسته خیلی هم خوب پشت سر کردن. بازی کشات، بازی هجومکار، هنرنمایی جالب با اشتراک فوتبالبازان هر دو تیم و مخلصان در قسم یکم مؤلف تنها شاهد 3 گل شدند. نخست در دقیقه 5 رقابت کامران تورسونوف حساب رو باز نموده بود با استفاده از ضربه سر. بعدا جمشید مقسوموف دفاعگر کناری روشن نتیجه رو 2-0 کرد و در دقیقه های آخر قسم یکم محمد کمال تناسب توپ ها را کاهش داد. ضربه اوینبال اولووا در نوبت دوم چندان خوب نبود ولی در کوشش اول طور دیدیم کامران تورسونوف ضربه خیلی هم سخت و محکم جانبی دروازه کوای گودسون اجرا کرد. در نیمه اول ما قید کرده بودیم که امروز مهران مدمینوف حمله‌ور دسته برقچی با دستش کمک کردن نمیتواند. سبب اشتراک نکردن مهران مدمینوف نه اینکه جراحت برداشتن است بلکه کمیته ترتیبات انتظامی لیگ فوتبال تاجیکستان مهران مدمینوف را از اشتراک در 2 بازی محروم نموده. اینچنین این بازیگر را جریمه نیز کردند. البته مهران مدمینوف در بازی بر مقابل دسته بخش اگر اشتباه نکنم قاعده بازی رو ویران کرده بود و به همین خاطر او را از اشتراک در 2 رقابت محروم نموده. مارکوویچ پسیو با جمشید مقسوموف اوینبال اولووا با پشت پای پاس داد. ارسال نوبتی از جانب اندری مارکوویچ. بختیار خورشید برای در میدان نگاه داشتن توپ مبارزه برد ولی این بازیگر موفق نگردید. مهران مدمینوف در رقابت بر مقابل دسته خوجان با قاعده ویران کنی دغل راه داده بود و ما از بعد انجامی همون بازی مهران مدمینوف از اشتراک در 2 رقابت محروم کرده شد. در نیمه دوم فوتبالبازان هر دو تیم چندان در تشکیل هجوم ها فعال نیستند. در چند وضعیت ما شاهد شدیم که بازیگران دسته برقچی به خط حمله رفتند. اونجا البته از جانب کامران تورسونوف نیست یک ضربه اجرا کرده شد با پای چپ ولی کوای گودسون از عهده برطرف کردن آن ضربه به خوبی برآمد. مقسوموف در مبارزه با رحمتشاه رحمتزاده و پاتریک آرتور موفق شد. بختیار خورشید کامران تورسونوف ضربه از مسافه دور سوربون غیاسوف این ضربه را اجرا کرد ولی ضربه زدهش خطا رفت. نه معذرت، نه اینکه سوربون غیاسوف بلکه عبدالرحمن نازیموف در وضعیت قبلی دروازه دسته برقچی را نشان گرفت.
فردریک اسانته حمله دست بخچی رحمتشاه رحمتزاده و اینجا اندکی توپ رو از خود پیشتر هوا داد و بعدا صورتش کفایتی نکرد که هجوم دستش رو ادامه بدهد. شریدین بابایف در نیمه یکم یک وضعیت بسیار هم خوب داشت. شریدین هرچند اونجا حالت نوبازی بود ولی ضربه زده شریدین با ستون دروازه برخورده بود. کوشش نوبتی فوتبال بازان شهر کلاب کامران ترسونوف اینجا توپ از میدان بیرون شد و داور اشاره میکند که باید کوهی گودسون از نزد دروازه اش توپ رو با بازی وارد کند. رقابت دیگری دور هشتم لیگ عالی مملکت با اشتراک دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش و استرافشان جمع بست گردید. ارتشی ها در یک رقابتی سرگال با حساب 4-1 توانستند که بر مقابل استرافشان پیروز شوند. البته وخوری استرافشان و کلوب مرکزی ورزش ارتش در ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی برگزار شد. دور مخلصان و هواداران فوتبال آگاهند در موسم جدید ورزشگاه خانگی کلوب مرکزی ورزش ارتش آماده است و این تیم رقابت خانگی خود را در میدان‌های گوناگون دایر میکند. موسی قهارов ضربه کنجی کار کرد. آنجا دو فوتبال بازی دسته رفشان بختاور خورشید و عزیزبک حییتوف بر مقابل موسی قهارов مبارزه بردند که در نتیجه تا جای بازیگر برقچی موفق گردید. در نیمه یکم نیز صاحبان میدان خیلی زیاد ضربه کنجی کار کردند ولی از این امکاناتشون نتوانستند که استفاده برند. جاویدان خوشبختov ارسالی و بعد داخل جریمه‌گاه و بدون رسیش با یگان بازیگر از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. از سمت برقچی فوتبال بازانه که قد و قامتی بلند دارند شماره اشان خیلی کم است. دفاعگر کنار این تیم سید اسرائیل سعیدوف و حمله‌ور این تیم فردریک اسانته اندک قامت بلند دارند و خلاص. سیاجان زینالدینov رفت رقابت را منع میکند چون که از قرار برآورده او بازیگری دسته رفشان اظهار ناراضگی بیان کرد. سیاجان زینالدینov با فردریک اسانته حمله‌ور دسته بخچی آگاهی شفاهی داد. ژایروس اونانا پاسی و با مهربان غفارزاده پرتاب توپ با داخل جریمه‌گاه دسته رفشان و سوربان قیاسوف توپ را زده از میدان بیرون نمود. اینجا حالت نوبازی نیز بود. لیگنری تیم برقچی بازیگر شماره 11 فردریک اسانته در افساید بود. زود از ضربه کنجی توپ رو با بازی وارد کردند. فرصتی بسیار هم خوب و اونجا محمد کمال اندک خطرناک بازی کرد. اینجا جاویدان خوشبختov ضربه تابناک به مرکز جریمه‌گاه رفشان روان نمود که البته همدستایش در آن حالت چندان هنرنمایی خوب نشان دادن نتوانستند. فعلا در لیگ عالی مملکت
باشگاه استقلال پیشرفت است. قهرمانی فعلی مملکت در حساب خود با گذشت 8 دور 20 امتیاز دارد. ولی پایتختی ها این زمان رقابت دوره نهمی خیش رو دایر نکردند. یعنی بازی نهمی خیش رو در موسم تا کنون دایر نکردند. یکی از چهره های فوتبال دوستی میهن با شوق و رغبت زیاد این بازی رو تماشا دارد. اما اکنون تغییرات در حد دسته رفشان انجام داده می شود. بازیگر شماره 5 جمشید مقسوموف ترک میدان میکند. او در رقابت امروزه بسیار هم فعال بود. با زدن یک گل و یک ارسال گل آور دست یافت. و در ادامه نروسنجی به جای جمشید مقسوموف بازیگر شماره 17 محسن عبدالغفورов وارد بازی می شود. همچنین از هیئت بازیگران 90 پای باشگاه رفشان شادی مرادوف فوتبال بازی شماره 11 وارد بازی گردید. بازیگر شماره 28 کامران تورسونوف مؤلف گل یکم تیم رفشان در رقابت امروزه از میدان گرفته شد. همچنین در حیاط صاحبان میدان یک بازیگر جدید وارد رقابت شد. فوتبال بازی شماره 26 از هیئت برقچی میدان را ترک نمود. پاتریک ارتور و به جای او دوبی رامین با بازی وارد شد. بختیار خورشید به حریف عموما امکانیت نداد. آینوال اولاولو و مارکوویچ سید اسرائیل سعیدوف هنگام مبارزه برای به دست آوردن توپ و هنرنمایی ارزنده نشان داد. اینجا فوتبال بازان برقچی اوت کار میکنند. جاویدان خوشوقتوف پاسی بر احمدشاه احمدزاده دوبی رامین ارسالی و به خط حمله ولی همدسته هایش برای قبول نمودن این پاس حرکت نکردند. مؤلف هر دو گل تیم رفشان در رقابت امروزه میدان را ترک نمود. دیمیتری چرشف سرمربی این تیم کامران تورسونوف و جمشید مقسوموف را از میدان گرفت. اندری مارکوویچ حمله دسته رفشان شریدین بوبایف فرصتی بسیار هم خوب دارد ولی ضربه زده شریدین را کوایه گاتسون با مشکلی برطرف کرد. آنجا شریدین بوبایف مستقیما جانبی دروازه‌بان ضربه زد. اگر کنج‌های دروازه را نشان می‌گرفت فکر می‌کنم امکانی به گل تبدیل یافتن آن ضربه بیشتر می‌شد. از هیئت رفشان به جای جمشید مقسوموف فوتبال بازی شماره 17 محسن عبدالغفورov وارد میدان شد. بازیگر شماره 17 که این زمان با توپ قرار دارد. ژایروس اونانا توپ را از دست داد. آینوال اولاولووا امروز در خط حمله دسته رفشان هنرنماییش قابل توجه بود. اندری مارکوویچ گزارشی بسیار هم خوب و سید اسرائیل سعیدوف در آخرین وضعیت موفق گردید که هجوم رقیب را قطع نماید. همکسب ما غالبشاه عبدالحکیم‌زاده از نشستگاه‌های ورزشگاه مرکزی شهر حصار این بازی رو تماشا دارد. البته غالبشاه عبدالحکیم‌زاده یکی از کارمندان ما است که در برنامه‌های تحلیلی اشتراک نموده بخوری‌های موسم جاری و در عموم
بازی های فوتبال رو بر رشته تحلیل میکشد. اینجا عزیز بک دلیف با قرار برآورده دوار مرکز اعتراض بیان کرد. جای تاکید است که 2 دقیقه 65 مساحت دسته برقچی 2 فوتبال باز کارت زرد گرفتند. در مورد موقع گیری دسته ها در جدول عمومی چمپیونات می توانیم که ابراز نظر کنیم. بعد استقلال در جدول عمومی چمپیونات باشگاه وخش موقع می گیرد در زینه دوم. پلنگان شهر باختر با کسب 18 امتیاز موقع گرفتند. نگفته نماند که دسته وخش نیز این زمان بازی دور هشتم و در عموم بازی نهم خود را نرم افزایی این زمان دایر نکرده است. در زینه سیوم اسقاط قرار میگیرد. بانکداران با کسب 15 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شدند. اگر امروز رفشان تواند که بر مقابل برقچی پیروز شود، آنگاه امتیازهای خود را به 16 عدد رسانیده زینه سیوم را مال خویش میکند. مبارزه برای به دست آوردن توپ ادامه میکند، ولی فوتبال بازان دسته برقچی در همین حالت مجبور شدند که به قاعده تیزی دست بزنند. دو دقیقه 67 الفبک بیراموف سرمربی دسته برقچی تنها یک تغییرات انجام داد. آنجا پاتریک آرتور عوض گردید و به جای او دوبیرامین وارد بازی گردید. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه دسته برقچی به این حالت به نتیجه جنبست می شود. دوام چند دقیقه آخر است که پیوسته در خط حمله فوتبال بازان دسته رفشان قرار میگیرند. مارکوویچ پس درست و دقیق نتوانست که به حمله‌اش روان کند. اینجا صاحبان میدان با هجوم جوابی میگذارند. دوبیرامین ارسال دور و دراز به کنار راست میدان. جاویدان خوشوقت خیلی خوب بازی کرد. رحمتشاه رحمتزاده بعداً پس او به همدستایش چندان خوب تشکیل کردن نشد. هنرنمای فوتبال بازان دسته برقچی در قسم دوم چندان خوب نیست. اگر ما رفت بازی این تیم رو با نیمه اول قیاس کنیم، در خط حمله شاگردان الفبک بیراموف چندان فعال نیستند. اما اکنون دوبیرامین توسط کنار چپ هجوم دستش رو به راه میماند. موسی قهارف در مبارزه با شادی مرادوف موفق نشد و طوری میبینیم دوباره کناری اشاره میکند که
در آخرین وضعیت توپ بعد رسیدگی به پای بازیگر برقچی بعدا از میدان بیرون شده است. فعلا در تخانه جدول عمومی چمپیونات دسته پنجشیر با همراهی ایسرافشان قرار میگیرد. باشگاه پنجشیر در حساب خود 2 امتیاز دارد بعد دور نمودن 9 وخوری. دسته ایسرافشان باشد در قیاس با پنجشیر 3 برابر زیاد امتیاز دارد، یعنی فوتبال بازان شهر ایسرافشان در حساب خود 6 خال دارند و از این 11 هم رو کسب میکنند. اولبوک با همراهی ریگر تدس برابر 8 امتیازی داشته، زینه های 9 و 10 رو کسب میکنند. حاصلات نویه فرخار با 9 امتیاز در زینه 8 است. دسته برقچی باشد با 10 امتیاز در زینه 7. خوجند 13 امتیاز داشته در زینه 6 است و کلوب مرکزی ورزش ارتش با 15 امتیاز در زینه 5 موقع میگیرد. رحمتشاه رحمتزاده اشتباه کرد ولی در ادامه وخوری اشتباهی او را هم دسته‌هایش جبران نموده. دوبیرامین پاسیو با سعید اسرائیل سعیدов و داوری مرکز صدایشته که خود را بلند میکند. سیاجان زینالدینov کارت زرد را از جیب خش بیرون کرد. اینجا با احتمال زیاد با شریدین بابایف برگه زرد نشان داده می شود. اینجا شریدین بابایف پای غیج انجام داد و بعدا سعید اسرائیل سعیدov جراحت گرفت و واقعا هم شریدین در این حالت غیر قاعده عمل کرده است. در رقابت امروزه ویران شدن قاعده بازی با اشتراک فوتبال بازانی هر دو تیم بارها دیده شد و چند فوتبال باز نیز از جانب داور مرکز کارت زرد گرفتند. تغییرات نوبتی در حیات هر دو تیم انجام داده می شود. از حیات رفشان امیرجان سفرов برای به میدان آمدن الکی آماده شده است و شریدین بابایف بالاخره همون کارت زرد خش رو گرفت. اینجا وضعیت استانداردی به نفع فوتبال بازانی دسته برقچی. سیاجان زینالدینov فکر میکنم به نزد اکرانی و رفت جهت تفتیش نموندن همون قاعده ویران کنیم. واقعا هم بعد این پایغچ قاعده بازی ویران گردید، چون که شریدین بابایف با پای خود با فوتبال بازی برقچی ضربه زد. هرچند شریدین کوشش کرد که اولی شده به تو برسد ولی به هدف خش نرسید. به میدان برمیگردد سیاد زینالدینov. قرار نهایی او سیاجان کارت زرد خود رو بیکار میکند و با شریدین بابایف کارت سرخ مستقیم نشان میدهد. بله، ادامه وخوری برای دسته رفشان توجه مشکل خواهد بود، چون که بازیگران شهر کلوب در ادامه رقابت یک نفر کم بازی رو ادامه میدهند.
اینجا سعید اسرائیل سعیدов هجوم دسته برقچی رو میخواست ادامه بدهد ولی بر مقابلش قاعده بازی رو ویران نمودند. در موسم جدید لیگ ایالی میهن قرارهای برآورده داوران، البته ناراضگی مخلصان و هواداران و اینچنین رهبریت دسته رفشن و اینچنین ستاد مربیان این تیم رو خیلی نگران نموده است. زیاده از 15 دقیقه دیگر فوتبال بازان رفشن در میدان یک نفر کم بازی رو ادامه خواهند داد. صدایشتا که داور بلند گردید، ضربه جاویدان خوشوقت بالکل خطا رفت. اینجا خوب میشد که جاویدان خوشوقت به همدستایش پاس میداد ولی نیم همتگری دسته برقچی تصمیم گرفت که خودش هجوم رو ادامه بدهد. در موسم امساله لیگ ایالی مملکت از دسته رفشن سوربون غیاسف کارت سرخ گرفته بود در بازی دور ششم بر مقابل تیم پانچر و همکنون شریدین بابایف دومین فوتبال بازی این تیم شد که در موسم 2025 لیگ برتر میهن برگه سرخ گرفت. جایروس اونانا ارسالیو به خط حمله، دفاعگران رفشن این وضعیت رو برطرف کردند. امکانی به عکس الهجوم فرار کردن هست. در خط حمله رفشن اویانبال اولو و با همراهی شریدین در بیشتر حالت کوشش میکردند. همکنون در ادامه رقابت البته اویانبال اولو و خودش تک و تنها هجوم رفشن رو ادامه خواهد داد. فوتبال بازی شماره 25 از این تیم از میدان گرفته می شود. اویانوال اولو و بجای او فوتبال بازی شماره 7 امیرجان سفرف وارد میدان می گردد. همچنین از این تیم عزیزبک حییتف ترک میدان خواهد کرد. بجای عزیزبک فوتبال بازی شماره 44 یالا زپاتا با بازی می آید. دیمیتری چرشف از امکانات های داشته خش 4 تای آن را استفاده کرد، یعنی 4 بازیگر جدید را از سطح ذخیروی با بازی وارد نمود. در ادامه نروسنجی متخصص روس می تواند که یک فوتبال بازی دیگر را از میدان عوض کند. عزیزبک دلیف فرصت برای بازیگران دسته برقچی ولی ضربه که از جانب شهرزاد رجبوف اجرا کرده شد خیلی بلند بود. در موسم جاری لیگ ایالی مملکت دسته رفشن بعد انجام دادن 8 بازی تنها 3 پیروزی به قید گرفت. بازیگران شهر کلوب خوجند را در دوره سوم با حساب 4-1 شکست دادند. همچنین در دوره چهارم مقابل ریگارد دست با حساب 2-0 پیروز شدند. در بازی دوره پنجم با حساب 2-1 مقابل حاصلات نوحیه فخار توانستند که به پیروزی شرفیاب گردند. 4 بازی دیگر برای شاگردان دیمیتری چرشف با نتیجه مساوی پشت سر شد.
بویس رفشان 1-1 کردن با پنشر نیست عیناً همین نتیجه بعداً دو وخوری دیگر با هولبوک و کلوب مرکزی ورزش ارتش بدون زدن گل ختم گردید. یگانه باختی فوتبالبازان رفشان در این موسم از باشگاه اسخط است که در دور دوم اتفاق افتاد و با حساب 1-0 بانکداران اسخط بر مقابل رفشان پیروز شدند. فوتبالبازان تیم رفشان در پایان رقابت امروز کوشش میکنند که حداقل نتیجه را نگاه دارند. اندری مارکوویچ در داخل جریمه‌گاه است. سید اسرائیل سیدوف بر مقابل او مبارزه میبرد و قریب بود که مارکوویچ از میان پایهای سید اسرائیل توپ را میگذراند. در ادامه بازی های دور هشتم لیگ عالی مملکت دو رقابت دیگر برگزار خواهد شد. شهرزاد رجبوف توپ را از دست داد. پگاه دو وخوری دیگر باید برگزار شود. دسته هولبوک تیم نفکار چمپیونات در ورزشگاه کلوبرین با تیم ریگر تدازی شهر تورسونزاده نیرو سنجی میکنند و بازی آخرین دور هشتم و همزمان بازی مرکزی این دور با اشتراک دو تیم پیشصفی جدول عمومی چمپیونات استقلال و وحش صورت میگیرد که البته برگزاری این واخوری فردا ساعت 19 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه در نظر است. اساتی دسته رفشان بیننده های گرامی قدر اینجا قریب بود که با زدن گل دست میافت امیرجان سفرف ولی کوایی گودسون این حالت رو برطرف نمود. حمله‌ور دسته رفشان شریدین بوبویف که در نیمه دوم کارت سرخ گرفت این زمان بهترین نشانزن لیگ عالی مملکت اعتراف می شود. بازیگر مذکور با زدن 5 گل موفق گردیده است. نوبت از آن که رفشان یک نفر کم در میدان قرار دارد ولی برای به ثمر رسانیدن گل سوم فوتبالبازان این تیم تلاش خواهند کرد. اینجا امیرجان سفرف قریب بود که امکانیتی از ضربه زدن رو پیدا میکرد ولی با یک مشکلی ژایروس اونانا بازیگر دسته برقچی توپ را زده از میدان بیرون کرد. عبدالرحمن نازیموف در نزد توپ است. ارسالیو خیلی هم بلند و از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. شهرزاد رجبوف موفق گردید که توپ را در میدان نگاه دارد ولی یولا زپاتا اشاره می شود که نه قاعده بازی ویران نشده است بلکه باید از اوت توپ با بازی وارد کرده شود. مارکوویچ ارسالیو با خط حمله ژایروس اونانا تو خاتمه وقت اساسی قسم دوم کمتر از 7 دقیقه دیگر باقی ماند.
حساب باشد 1-2 با فایده دسته رفشان. جریان دارد عزیزبک دلیف، پسی دلیف با سید اسرائیل، از میان دو نفر سید اسرائیل سیدوف گذاشت و چی طور وضعیت خوب بود. همگی یک رسیش کفایگی میکرد که توپ واردی در حوزه رفشان شود. بار دیگر به این حالت توجه میکنیم. البته موقع گیری فوتبال بازی دسته باغچی نیست خیلی کلام بود. اگر ما هنرنمایی هم دسته باغچی و هم دسته رفشان رو قیاس کنیم به نیمه اول، در قسم یکم بیشتر دسته و فاول بودند. بازی جالب و بازی هجومکار رو نشان دادند. موسی قهارов پسیو بر احمدشاه رحمتزاده، اوت تعیین می شود به نفع صاحبان میدان. عزیزبک دلیف در داخل جریمه‌گاه از پای افتید، بازی ادامه خواهد کرد و حالت افساید به خط گرفته شد. هم دسته باغچی و هم رفشان دوامی سه بازی آخری خویش نمیتوانند که در لیگ اولی مملکت به پیروزی دست یابند. بار آخر دسته باغچی بر مقابل هولبوک پیروز شده بود در دوره پنجم با حساب 2-1. دسته رفشان باشد بار آخر در دوره پنجم با حساب 2-1 مقابل تیم حاصلات نویه فرخور به پیروزی شرفیاب گردیده بود. فردریک اسانته در این وضعیت مجبور شد که با قاعده تیزی دست بزند. تا رفت تو انجام این رقابت دقیقه های کمتر باقی خواهد ماند. سربان غیاسف توپ را زده از نزدی در حوزه‌اش دور نمود. در دور نوبتی بیننده های عزیز دسته باغچی در سفر بازی میکند با تیم سرافشان. این بخوری روزی 16 می در دوره بازی های دوره 9 لیگ اولی برگزار خواهد شد. در عموم در ادامه ماه می دسته باغچی یک بخوری دیگر برگزار خواهد کرد در دوره 10 بر مقابل تیم اسخط شهر خوجان. دسته رفشان نیز در ماه می دو بخوری دیگر برگزار میکند. شاگردان دیمیتری چرشف در دوره 9 روزی 17 می با قهرمانی فعلی مملکت با باشگاه استقلال مبارزه خواهند برد که البته این بخوری در کلوب ارینا در حضور مخلصان سرشماری دسته رفشان برگزار می شود. رقابت نوبتی دسته رفشان در ماه می این بر مقابل وحش خواهد بود. این بخوری روزی 24 می دایر می شود. در عموم دو رقابتی در پیش ایستاده باشگاه رفشان در لیگ اولی بسیار هم مشکل خواهد بود، چون که دسته در مقابل دو تیم پرقوت و دو تیم پیش‌صف نیروسنجی میکنند. علی جان کرامت الله زاده
بازیگر دسته رفشان اندک جراحت گرفت ولی آسیب برداشته علی جان چندان جدی نیست و این وخوری رو تا آخر ادامه دادن میتواند. دقیقه آخرین وقت اساسی وخوری دسته برقچی و رفشان نیز در حال انجام یابی است. در نیمه دوم وقتی زیاد تلف یافت به احتمال زیاد از جانب داور مرکز 4 یا که 5 دقیقه ایلوه خواهد شد. بازیگر نوبتی حضرتی باشگاه برقچی برای به میدان آمدن آمادگی میگیرد. ارسال جاویدان خوشوقتov موسی قهارov برای به دست آوردن توپ تلاش کرد. طور دیدیم شادی مرادov توپ را از دست داد. رحمتشاه رحمتزاده پسی با موسی قهارov، محمد کمال، ژایروس اونانا، اشتباه از جانب ژایروس اونانا و محسن عبدالغفارov در ادامه چندان خوب تلاش نکرد. 6 دقیقه زم می شود بیننده های عزیز به وقت اساسی قسم دوم. در قیاس به نیمه اول 2 دقیقه بیشتر ایلوه کرده شد. البته در فرصت فاصله 6 دقیقه از بین بردن فرقیتی 1 توپ امکان پذیر هست و شرطی که صاحبان میدان از امکانات های به عمل آمده خویش استفاده برند. جاویدان خوشوقتov بازیگر شماره 8 نیم حمایتگری تیم برقچی میدان را ترک میکند و اساطی فوتبال بازان نوبت پای این تیم آریان مهر نوریدین وارد میدان می شود. بازیگر شماره 7 محسن عبدالغفارov خیلی خوب بازی کرد. ادامه حمله دسته رفشان از پای افتید و سیاح جان زینالدینov اشاره میکند که عزیزبک دلیف در همین وضعیت ضمن تلاش برای کسب توپ قاعده بازی رو ویران نموده است. عبدالرحمن نازیموف در نزد توپ است. نیم حمایتگری دسته رفشان. ارسال عبدالرحمن با داخل جریمه گو و چطور فرصتی خوب بود. بازیگران دسته رفشان امکان داشتند که بر رقابت امروزه نقطه نهایی را گذارند. ارسال اولی جناب از جانب عبدالرحمن نازیموف ولی لیگیونر اوکراینی دسته رفشان اندری مارکوویچ به توپ رسیدن نتوانست. دیگر باره فوتبال بازان دسته برقچی بهره برابر کردن حساب تلاش میکنند ولی موسی قهارov موفق نگردید که توپ را در میدان نگاه دارد. محمد کمال گزارش محمد ضربه هم اجرا گردید ولی صدگذاری از جانب حمایتگران تیم رفشان باعث بران شد که این هجوم ادامه نیابد. از 6 دقیقه علاوه کرده داور به وقت اساسی قسم دوم چاریان پشتی سر گردید. ژایروس اونانا یبگینی گریتسن که از موقع خود بیرون می آید. کاپیتان رفشان به اولین شده توپ را صاحب گردید.
فعلا حساب 2-1 است و در عموم در رقابت امروزه تنها 3 گل به قید گرفته شد. هر 3 گل در نیمه اول به قید گرفته شدند. اینجا بازیگر دسته رفشان آسیب گرفت. فکر میکنم نیرنگ بازی نیست کرد. علی جان کرامت الله زاده با قاعده ستیزی دست زد و داور به او کارت زرد نشان میدهد. علی جان کرامت الله زاده در مبارزه با موسی قهارف مجبور شد که قاعده بازی رو ویران نماید. امروز در بیشتر حالت حمایتگر کناری تیم برقچی موسی قهارف البته در مبارزه های انفرادی موفق بود. وضعیت استانداردی به نفع صاحبان میدان. بدون نتیجه این هجوم نیز جنبست گردید. کوایه گاتسون، عزیزبک دلیف، مجبور می شود که به قفا پاس بدهد. ثانیه های بشمار باقی ماند تا انجام دیدار دسته های برقچی و رفشان وخوری دو 8 لیگ اولی. آریان مهری نوریدین پس نادرست انجام داد. اینجا سیاجان زینالدین فشار میکند که همه چیز از روی قاعده بود. شهرزاد رجبوف با کجا ضربه زد. اینجا 6 دقیقه زمان نموده داور نیست. بیننده های گرامی قدر جنبست گردید و باشگاه رفشان در بازی دو 8 لیگ اولی مملکت در سفر دسته برقچی را با حساب 2-1 شکست داد. گل های دسته رفشان را در این وخوری کامران تورسونوف و جمشید مقسوموف در نیمه اول به هدف رساندند. یگانه گل تیم برقچی را در این دیدار محمد کمال به نامش ثبت کرد. این پیروزی در انتظار را به کل مخلصان و هواداران دسته رفشان مبارکباد میگوییم. بعد 3 بازی دیگر باره دسته رفشان موفق گردید که در لیگ اولی مملکت به پیروزی دست یابد و همکنون شاگردان دیمیتری چرشف با کسب 16 امتیاز به زینه سیوم میبرند. در پایان رقابت امروزه فشرده دیدار دسته های برقچی و رفشان از جانب کارگردان ما سلطان برزودیف پیشنهادی شما می شود و در همین جا ما با گزارش مستقیم خویش حسنی انجام می بخشیم. خیر تنصیحت و خانه آباد باشید.